رقیه شام بخیر. شام بخیر مصطفی. طبعت خوب است؟ خیلی خوب است. چرا امروز لباس رسمی پوشیدید؟ چی شده است با این لباس؟ مگر لباس ما بی‌زیب است امروز؟ نه، لباس شما موافق است، اما خوب میشد که اگر این شام در این برنامه لباس ملی اطلس یا اینکه آدرس میپوشید خوبتر میشد. اطلس؟ چرا محض اطلس؟ چرا؟ میخواید بدونید؟ میخوام بدونم. زیرا آن نفری که این شام در برنامه ما است یک خانم، یک بانوی خوش صدا و یک نفری است که واقعا هم ترغیب کننده و تشویق کننده لباس ملی تاجیکان اطلس میباشد. من فهمیدم. بله تماشابینان عزیز، سخن را زیاد نمیکنیم و امروز به صحنه نگین صنعتی تاجیک نگینا امانقلووا رو دعوت میکنیم. با شما باشه بینندگان عزیز، طبع خوش و تماشای خوب این برنامه را تمنا میکنیم. استقبال میگیریم نگینا امانقلووا. سرسبز نخل عمرم از جوی تاجیکستان، زیباست روی عالم در چشم من، ولیکن زیباتری نباشد از روی تاجیکستان، زیباتری نباشد از روی تاجیکستان. که غم نباشد، هر صبح خنده باشد، شعر و ترانه خوانم در توی تاجیکستان. مسیم و زر نگویم، تاجی به سر نگویم، شادم چو مشک خاکی پهلوی تاجیکستان. آسمانش گویم که زرحلین است ابروی تاجیکستان، دل از فرش شود پر گر یک نظر نماید، سویم به مهربانی خوش روی تاجیکستان، سویم به مهربانی خوش روی تاجیکستان. خواهم که غم نباشد، هر صبح خنده باشد، شعر و ترانه خوانم در توی تاجیکستان. مسیم و زر نگویم، تاجی به سر نگویم، شادم چو مشک خاکی پهلوی تاجیکستان، پهلوی تاجیکستان، پهلوی تاجیکستان. نگینا بانو خوش آمدن با برنامه. طبع شما چگونه است؟ تشکر. اول سلام میرسونم به شما و همه بینندگان تلویزیون تاجیکستان. خیلی خوب. نگینا بانو میریم به سال 2006. اون زمان شما 20 سال داشتید و قدم‌های نخستین شما در جاده صحنه بود. بله، لیکن پیش از این من 2004 سال در شهر کولاب در اندلیب اشتراک کردگی هستم. بعداً باز 2006 در اندلیب جمهوری که در فیلارمون شده بود شهر دوشنبه، بعد اونجا اشتراک کردم. خوش، 20 سال اینه که سپری شد.
بله 20 سال امسال 20 سال شد. 20 سال میشود و ببینید در دوام 20 سال بسیار یعنی که میشود که هم پستی ها است بلندی ها است. چگونه بود راه صنعت برای شما برای نگینه امانقلوب؟ بله در اول یک چند مشکلی ها بود چون حالی راهش رو نمیدونستم چی نمود سرودها بخوانم، چه خیلی شعرها انتخاب کنم، کدام آهنگ رو بخوانم، با کی همکاری کنم. بعداً که یک سرود دو سرودی که خواندم به مردم مقبول شد، بعداً دیگر بعد فهمیدم که باید کدام طرف روم، کدام نمود سری سرود میدونم که شما اینه که معلومات عالی کسبی سرودخوانی نداشته. در کل نداشتم لیکن وقتی که آمدم 2007 سال داخل شدم به کنسرواتوری. علاقه سپرده؟ بله من بسیار کسبم رو دوست می‌دارم. بسیار سرود رو دوست می‌دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم. من فکر می‌کنم اگر نمیدونم به این کسب من چیکار می‌کردم لیکن اگر چند باری که دیگه به زندگی بیام همین راه رو انتخاب می‌کنم. یعنی که شما علاقه در سال 2006 یعنی که پای بردید که همین راهی شما است. بله. انتخاب شما است. بله. خیلی خوب. اگر دقت دهیم رقیه با هنر و استعداد نگین بانو برای برآمدهایش چه در کلیپ ها چه در صحنه‌های بزرگ هم در داخل کشور و هم در بیرون از آن دائما لباس ملی تاجیکان یعنی که اطلس و ادرس رو بیشتر به بر میکنن. بله و نگین بانو نیز با انمون اطلس یعنی با انمون ایمیج یعنی وارد صحنه شد و مخلصان خود رو تیز پیدا کرد. سوال من چنین است که در گاردروب شما چقدر اطلس اساسه؟ به نهایت زیاد. و من فکر میکنم به زن و دختر تاجیک بسیار زیبنده است همین لباس ملی. 100%. با کدام دیزاینر طراحان همکار کردید؟ با همه طراحان تاجیکستان بیرون از تاجیکستان همکاری میکنم با خورشید ستارف، با امید کوچکلی، نفیسه عمرانова. دوستان عزیز اینجا یک سرود در اجرای هنرمند شایسته تاجیکستان نگین امانقلوب میشنویم. بعد از چند لحظه باز برمیگردیم با ما باشید. دو چشمان خمارش دل نشین و دل بره، با نگاه بیقرارش دل کش و دل پروره. با دو چشمان خمارش دل نشین و دل بره، با نگاه بیقرارش دل کش و دل پروره. میبره دل دلم با دیدن و خندیدنش، میبره دل دلم با دیدن و خندیدنش. عاشقانه عاشقم با دیدن و شرمیدنش، عاشقانه عاشقم با دیدن و شرمیدنش. یکی یکی دیدنش دیدن و شرمیدنش، یکی یکی دیدنش دیدن و شرمیدنش. در دلکم جا شده دزدیده خندیدنش، در دلکم جا شده دزدیده خندیدنش. یکی یکی دیدنش دیدن و شرمیدنش. میتپم در جستجویش انتظاری میکشم، دم به دم بر دیدنش دل بیقراری میکشم. میتپم در جستجویش انتظاری میکشم. میروم هر سو به دنبالش پی دیدارش، لحظه ای او را نبینم میشوم بیمارش، لحظه ای او را نبینم میشوم شرمیدنش. یکی یکی دیدنش دیدن و شرمیدنش. در دلکم جا شده دزدیده خندیدنش.
چشمان خمارش دل نشین و دل بره با نگاه بیقرارش دل کش و دل پروره با دو چشمان خمارش دل نشین و دل بره با نگاه بیقرارش دل کش و دل پروره میبره دل دلم با دیدن و خندیدنش میبره دل دلم با دیدن و خندیدنش عاشقانه عاشقم با دیدن و شرمیدنش عاشقانه عاشقم با دیدن و شرمیدنش عاشقانه عاشقم با دیدن و شرمیدنش نگینا بانو تشکر بسیار یک سرودی خوب سوال چنین است که نگینا بانو بیشتر کدام نمود سرودهای زمزمه کرده میخواهد سرودهای شوخ آرام یا اینکه سرودهای یگان فلک و دیگر ژانر زیادتر سرودهای خلقی را دوست می‌دارم زیادتر سرودهای لیریکی را دوست می‌دارم چون آواز من خاصی سرودهای لیریکی و بازم مردمی و این چیزا باز نگینا یک استعداد دیگر نیز دارد مخصوصا شعرخوانی بسیار قرائت شعر میکنید خیلی نرم صدای شما میبراید این شغل است برای شما نه فقط شعر را دوست می‌دارم دوست می‌داره میشد که یگان مثل دلخواه شعر قرائت کرده باشه یک شعر است از محمد اقبال لاهوری بسیار دوست می‌دارم و بسیار همیشه همین پیشکاری من هستم این شعر دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه مخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت مکش از غیر و پر و بال خودت باش 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش خیلی خوب مضمونی بالا دارد خیلی شعر پرمضمون هم است در انتخاب سرود یعنی شعر کی به شما کمک من خودم زیادتر بیشتر خودتون انتخاب بله، میکنید خودم انتخاب می‌کنم. یعنی برای شما پیشنهاد میکنن یا که شما فرمایش میدید زیاد وقت از خود کتاب از ایجادیاتی بله از ایجادیاتی شاعران شاعران بزرگ تاجیک انتخاب میکنیم اگر نباشد اگر موسیقی باشد با موسیقی مطابق شعر از شاعران معاصر فرمایش میدید یعنی فرمایش میدیم همگی چند روز پیش یک کلیپ ترانه نوی خود را یعنی که پیشکشی باز هم مخلصان گردانید در عرفه مخصوصا همین فصل سرمای زمستان از سرود نام دارد شاد باش بیاید اطراف همین سرود یعنی که یک کمک معلومات میدیم زیرا کلیپ ترانه خیلی هم در سطح عالی یعنی که با نوار گرفته شده است در آن دیده می شود که ارکستر در آغاز و شما نیز یک کمک بیش پیانین با فکرم بنوازه در آنجا نه من نمی در نزدشون بوده بله در چند مدت این سرود یعنی تولید شد سرود یک چند وقت میگیرد یک چند ماه میگیرد تا شعرش رو میاری تا با آهنگ میداری از آهنگ و ارانجروفکا میکنی و کلیپ و دیگر کارهای یعنی زحمت بله زحمتش خیلی زیاد است نگینا در یک برآمدشون گفته بودن که پیش از صحنه برآمدن نگینا باید حداقل 1 ساعت در تنهایی در آرامی نشیند درست است بله به این نمیشود اگر مثلا کنسرت جدی باشن کنسرت کلام باشن به این نمیشود خودش یک صحنه برآمده گپ زدن هم یک هنر است هر کس نمیتواند اینجا با مردم هم خیلی روبرو هستی و آسان نیست من فکر میکنم برای همه هنرمندان تماشابینان عزیز حالا باشد یک ترانه رو گوش میکنیم و برمیگردیم سر صحبت به
صدق جانم شاد باش دور از من لحظه آرام جانم شاد باش بقرارم از فراقت مهربانم شاد باش روز و شب وصل رخت را انتظاری میکشم دل به کف استادم باش انتظارم شاد باش غم مخور از این جدایی دل با توست روز و شب مشعل عشقت فروزان در صدق جانم شاد باش دوری از من لحظه آرام جانم شاد باش بقرارم از فراقت مهربانم شاد باش آرام جانم شاد باش در صدق جانم شاد باش نیگنابانو دو سه چیزی رو گوید که به آنها زیستن نمیتونه. اویلا فرزندام هستن که به اونها من فکر میکنم میدونم چه خیلی زندگی میکنم و به یک فرصتی که من سحر دارم به اون من زندگی کردن نمیتونم. یک ساعت دو ساعتی که سحر من در خانه تنها هستم. اصلا صبح شما چگونه آغاز میشود؟ صبح من بسیار خوب آغاز میشود. من سحر بیدار میشوم برای ساعتی چند؟ ساعت 6 ساعت 5 و نیم بله 6 ما بیدار میشم چون کم هنرمندایی هستن که ساعت 6 بیدار میشن. سرم مکتب میروم و تیار میکنم صبحانه شونه میتیم روان میکنم بعد سر میشه وقتی من در خونه تنها همه یک گسل میکنم از خونه و باز انتظار میشد که کی میبندی؟ نه وقتی من سر میشود من در نظر دارم که یک وقتی که برای خودم یک قهوه میکنم یک کتاب میخونم یک تا ساعت 9 10 یک بسیار وقت خاص دارم برای خودم. کتابی دوست داشته شما کدام کتاب است؟ زیادتر از پسیکولوژی مشهور یعنی روانشناسان بله بله کتابای بدیعی هم میخونم بعد کتابای شعر زیادتر. خصلت خوبی نگینبانو چی است؟ کدام خصلتتون رو شما بیشتر دوست می‌دارید؟ یک خصلتم رو بسیار دوست می‌دارم نو درک کردم راستش. خصلتی که با کمبودی و کاستی و چیزایی که آدم باید غمگین کند اونقدر اهمیت نمیدم. همین خصلتم رو دوست می‌دارم. و دویما روانشناسان نیستن همین گونه که مصلحت میدن میگن که با آینده نیکبین باشه. البته نه اینکه دویما همین فکر نگاتیو فکر بد. بله میگن که نیت نیک نمیدولد. شماره دوستان نگینبانو چقدر است؟ دوستان من شکر خیلی زیاد هستن. دوستایی هستن که در مدت چندین سالها با من هستن دیگر نشدن و من مناسبتمون هم خیلی خیلی است. دوستایی هستن که نو میبینن، دوستایی هستن که کهنه هستن رفتن. شکر. همه‌شون دوستان جانی. بله همه‌شون دوستان هستن. اکنون میپرسیم که تمام دوستاشون چی است؟
تمام دوست داشتن من زیادتر ملی است. چندقدر انسان کلانتر می شود انتخابش زیادتر خوراک‌های ملی میشه. نمیدونم دیگرای نمیدونم، اینه که برای من تمام‌های ملی از همه بهترین هستن. عین حال در شامگاهان مثلا بینندگان ما رو تماشا کرده از یک طرف خوراک میخورن و ما رو نیز تماشا میکنن. مرحمت، صحنه در اختیار شما، میشنویم سرودی نوبتی. چرا دستم گریبانی نگیره، چرا غم نیمه شبها دم نگیره، چرا به دادگاهی با من ستیزه، چرا این دل به تنهایی بمیره، چرا این دل به تنهایی بمیره. مرا از دل مرا از جانم ای دوست، بیمان با من که بی سامانم ای دوست، نمیایی که درمانم بجویی، به مثل قوی سرگردانم ای دوست، به مثل قوی سرگردانم ای دوست. مرا از دل مرا از جانم ای دوست، ایمان با من که بی سامانم ای دوست، نمیایی که درمانم بجویی، به مثل قوی سرگردانم ای دوست، به مثل قوی سرگردانم ای دوست. برای نام من خط میزنی تو، با آزار دلم جان میکنی تو، اسانی چشمه ها صاف و زلال، چرا سنگی ملامت میزنی تو، چرا سنگی ملامت میزنی تو. مرا از دل مرا از جانم ای دوست، بیمان با من که بی سامانم ای دوست، نمیایی که درمانم بجویی، به مثل قوی سرگردانم ای دوست، به مثل قوی سرگردانم ای دوست. چرا دستم گریبانی نگیره، چرا غم نیمه شبها دم نگیره، چرا به دادگاهی با من ستیزه، چرا این دل به تنهایی بمیره، چرا این دل به تنهایی بمیره. مرا از دل مرا از جانم ای دوست، نمیایی که درمانم بجویی، مرا از دل مرا از جانم ای دوست، بیمان با من که بی سامانم ای دوست، نمیایی که درمانم بجویی، به مثل قوی سرگردانم ای دوست، به مثل قوی سرگردانم ای دوست، وای به مثل قوی سرگردانم ای دوست. نگینا بانو در اطراف مکافات شما، در اطراف دیپلم ها و سپاسنامه شما حرف بزنیم. چه مقدار است الکی در خانه؟ مکافات ها شکر خیلی زیاد هستن. بله، از همه مهمش مکافات های دولتی است که یک قدردانی از طرف حکومت جمهوری، از طرف محترم جناب عالی بود، هنرمندی شایسته تاجیکستان. و باز یک مکافات دیگر سال 2024 هنرپیشه خلقی ازبکستان که شما مشرف شده. بیاید اطراف همین چیز کمی معلومات میدیم. من راستش خودم نمیدونم چه خیلی شد، میخوام که من دیرتر فهمیدم، امروزش فهمیدم. یعنی شما خبر نداشتید؟ من خبر نداشتم. همون زمانی که خبر به گوش شما رسید چه احساسات شما رفت؟ من راستی گپ در سری آسیا بودم، وقتی از سرحد گذاشتم تلفنم که پخش کردم، اینقدر زنگ تلفنی و پیامک‌هایی که شما ارتیست خلقی ازبکستان شده.
اون در پیش شایسته تاجیکستان بله. کدام سال گرفته؟ 1 سال پیشش. 2023 یعنی به فکرم بله. 2023 خیلی هم خوب. و رقیه اهمیت دادید برابر سرودهای زبان تاجیکی باز با زبان روسی نیز داشته یک چند سرود با زبان ازبکی نیز داشتن. ازبکی بله. دو سرود. بله سرودی به زبان عربی هم دارم. یک سرود به زبان آذربایجانی هم دارم. خوش مشکل نیست با زبان ازبکی خیلی خواندن. مشکل است. دوستان عزیز صحبت خود را باز هم ادامه میدهیم. درباره سفرهای هنری شما بیاید اینجا صحبت میکردیم که دیگه. سفرهای هنری من شکر خیلی زیاد هستم. عموما سفر کردن یک جهت خوبی دارد که میروی حال و هوای دیگر میشود. دنیا رو میبینی. سفر از همه خاطرمند شما کدام سفر بود؟ فکر میکنم همین که در فرانسه بود یا نیست. روزها رفت گو رفت پاک نیست تو بمانی آنکه جز تو پاک نیست. هر کی جز محیط آبش سیر شد هر کی بیروزی است روزش دیر شد. خیلی یک مضمونی بلند. بله من وقتی که من همین در همین کنسرت رفتم اشتراک کردم قدر روز که اونجا بودم همین جلال الدین بلخی برای من یک دیگر من از این پیشم میدونستم با اشعار شناس بوده. با اشعارشون شناس بودم و دوست می داشتم. لیکن همون وقتی که رفتیم به پاریس برای ما یک دنیای دیگری گشوده مولانا بله گشوده شد. 817 سالگی یعنی که در بله. آنجا قید کرده شد. در یک تالار بزرگ یونسکو. بله. تماشابینان عزیز حالا باشد یک سرود دیگر رو گوش میکنیم و صحبت ما رو ادامه میدیم. نشد خوش روزت کنم عیبی من است اینا خودم خوب میدانم. نشد که غم خارت شوم یارت شوم این را خودم خوب میدانم. نشد با تو پرکشم تا آسمان این را خودت خوب میدانی. نشد که آبادت کنم شادت کنم این را خودت خوب میدانی. دریاییست اشکم که از راه میرسی صحراییست فریاد دل از بی کسی تنهاییست مضمون این دل واپسی به حالیست دنیا به تو خالیست. دریاییست اشکم که از راه میرسی صحراییست فریاد دل از بی کسی تنهاییست مضمون این دل واپسی به حالیست دنیا به تو خالیست. همش در این قصه بدوشی من است خطای تو نیست میدانم. همش فقط سزای من جزای من خطای تو نیست میدانم. اگر زیما یکی درست و حق است تنها تو هستی میدانی. کسی اگر دیوانه و افسانه بود تنها منم خوب میدانی. دریاییست اشکم که از راه میرسی صحراییست فریاد دل از بی کسی
بینندگان عزیز دوباره برمیگردیم. فکر میکنم که خسته نشدید. چرا خسته میشوید؟ زیرا اینجا یک مهمون خاصی داریم. نگینا بانو است و ما نیز بنیاد شدیم امروز از دیدار شما. اگر که فیلم درباره حیات شخصی شما اینه که روی نوار می آوردن از هنرمندان داخلی باشد یا اینکه از هنرمندان خارجی، کدام اکتریس را که انتخاب میکردید که نقش شما را بازی کنه؟ بله میخوام که از گالیوود بازی کنم. از گالیوود برای بهترین یک انتخاب. مرد زیبای. پشت اینجا میگذاریم با یک بخش. بله. بخش خیلی هم جالب است. نام دارد پیدا کن. یعنی که در اکران برای شما عکس های هنرمندان است. یعنی که بعضی عکس های اشیاء رو برای شما پیشنهاد میکنیم. بله. یک قسمتش رو برای شما پیشنهاد میکنیم. پورا نه. شما باید همون را پیدا کنید. کی است؟ عکسی کی است؟ آماده است؟ بله. رفتید. از کارگردان خواهش میکنیم که عکس ها رو با نوبت در اکران پخش کنند. آغاز میکنیم بخش نوبتی. خوش؟ نگینا؟ فکر میکنم ستاره است. کرامت ستاره کرامتووا. بله. از کجا پای ببینیم؟ از ابروش. ابرو نشان. بله. ابرو چشم. خوش میبینیم ستاره است. بله. بله ستاره. خوش دستانی کی باشند؟ نه فکر میکنم دستای استالین. استالین؟ نه. چرا استالین؟ نه استالین نه. چون من عکس کهنه است. بله. عکس عینی کهنه است. صدرین عینی. استاد صدرالدین عینی. بله. از کجا پیدا کرده؟ از همین چیز داشتنشون. بله من زیاد دیدگی است. باز عکس نوبتی رو تماشا میکنم. جکی چن. جکی چن. جکی چان هنرمند جهانی. بیاید. بله. میگذاریم با عکس نوبتی. خوش اینجا عکس از خودم است. بله. از کجا میدونم؟ از کجا؟ از همین از گلهای- افته پرست. بله. این در کجا بود؟ این در پنجکین. در پنجاب. در شهر پنجکن. بله. خوش. خوب با فکرم نگینا بانو از اوده این بخش خیلی خوب به خودی برام بله نگینا منقلوبا بودن. باز هم هست یک چند عکس‌های دیگر تماشا میکنیم. جورابک مرادov. استاد جورابک استاد مرادov. مرادov. دستی کی باشد؟ دستی طرف مخای طرف میگوید. این کدام از همین انسامبل فلک است فکرم. از لباس پوشش از باز پوشش در یا انسامبل فلک یا کی باشه؟ بیا کمی کمک میکنیم. سرنده جوان است. لایق خالف نه. خردی؟ این سرانده بیشتر مخصوصا همین همراه شما نیستن که دویما به سفرها میروند. در سفرهای هنری دویما یک جا هستش. محمد رفیع کرامتووا. سروش خالف. کی باشه؟ فاروق حسن. فاروق حسن. حسن فاروق حسن. همین از دستای خرابش من بگیرم. سپاس میگم برای شما. نگینا بانو بهترین لحظه شما در سال 2025 کدام لحظه بود که شما میخواید که در سال 2026 آن رو تکرارا کنید؟ لحظه خوب بسیار بودم. شکر بسیار سال خوب بود. بسیار سال پربرار و پربرکت بود. شکر به حساب. بسیار کنسرت خوب داشتم. همه چی بسیار خوب بود. و عموما من هر سال یک دفتر دارم. خلاصه براری میکنه؟ نه. یک دفتر دارم اول سال. با همه مقصدهای و همه آرزوها و همه آن چیزی که میخوام در یک سال اونجا می نویسم. شما باور میکنید همین چیزا عملی میشود. بله. بغیر از یک تا دو تا امسال میخواستم که یک کنسرت کلام برپا کنم در کاخ باربد. یک تا همینش نشد. دیگر همش فکر میکنم شد. از سال سپری شده چی آموختید؟ باز یک سال کلانتر شدم. باز یک سال بزرگتر شدم. فکر و عقیده‌ام بازم تجربه زندگی پرتر شد. زیادتر شد. بله. به همش خیلی گفتم شکر میکنم. هزارها بار شکر میکنم که هستم، اینجا هستم، روی صحنه هستم، مادر هستم. زندگی بسیار خوب دارم. هزارها بار. بینندگان عزیز، طول چند لحظه بود پیشنهاد شما برنامه نوبتی شب آهنگ. بار دیگر با همه شما شب خوش را تمنا داریم. با شما بودم من مصرف منشا اورایی برنامه، همکارم رقیه بوی محمد و مهمونی برنامه ما بودن هنرپیشه شایسته تاجیکستان نگینا منقلوبا.
تشکر برای دعوت. خوش آمدید. خیر، تا برنامه‌های دیگر صحتمند و سربلند باشید.